تا حالا عبارت افسانه مرد ستیزی به گوشتون خورده؟ تو سال رزیدنسی به سوپروایزرم که یه آقای آمریکایی بود گفتم توی ایران وقتی از برابری زن و مرد حرف میزنیم سری میگن فمینیستا از مردا بدشون میاد، مرد ستیزن. گفت تو آمریکا هم این اتفاق میفته، ولی خب طبیعتا به شدت ایران نیست. بعد درباره مقاله حرف زدیم که روی افسانه مرد ستیزی کار کرده. تو این کار تحقیقی میخواستم بفهمن این تصور مرد ستیزی بین فمینیست ها واقعیت داره یا نه. پس میان دیدگاه‌ها و عقاید 10,000 نفر رو از کشورهای مختلف غربی و غیر غربی بررسی میکنن. نتیجه نشون داده که یک، زنان فمینیست و غیر فمینیست نگرش مثبت مشابهی نسبت به مردها داشتن. دو، همین نتایج تو کشورهای غیر غربی هم تکرار شده، یعنی فقط مختص کشورهای غربی نبوده. سه، محققان می‌خواستن بدونن آیا فمینیست‌ها فقط وقتی ازشون مستقیم میپرسی میگن نظر منفی ندارن یا ناخودآگاه هم همینطوره؟ جواب این بوده که حتی در ناخودآگاه هم نگاه منفی نسبت به مردها نداشتن. چهار، با اینکه فمینیست‌ها به خاطر آگاهی بیشتر از تبعیض و خشونت مردان رو بیشتر تهدید کننده می‌دیدن تا زنان غیر فمینیست، اما در کل نگرش فمینیست‌ها نسبت به مردان مثبت بوده و حتی تفاوت معناداری با نگرش مردان به خود مردان هم وجود نداشته. جالبه نه؟ پس این داستان مرد ستیزی از کجا اومده؟ کسانی که دنبال حقوق برابرن میگن امتیازهای ناعادلانه باید عادلانه تقسیم بشه. حالا امتیاز اصلا یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما به خاطر جنسیتمون دسترسی بیشتری به منابع، فرصت‌ها و حتی احترام در جامعه داریم بدون اینکه لزوما براش تلاش بیشتری کرده باشیم. مثلا توی محیط کار پیش‌فرض رهبر بودن بیشتر به مردها داده میشه، یا وقتی یه مرد تو جلسه حرف میزنه بیشتر جدی گرفته میشه. حالا ما داریم ساختار قدرت رو تکون میدیم، یعنی داریم میگیم آدما باید بر اساس شایستگی جدی گرفته بشن یا رهبر بشن، نه بر اساس جنسیت. حالا کسی که بیشترین امتیاز رو داره نشسته طبقه اول سکوی قدرت. ما میگیم بیا با هم بشینیم، بهش نمیگیم تو برو پایین بشین من بالاتر بشینم، ما فقط میگیم جا باز کن ما هم بیایم کنار تو. حالا اونی که سالها اون بالا تنها نشسته و همه طبقه بالا برای خودش بوده، اینو ممکنه یه تهدید ببینه، چون عادت کرده طبقه اول فقط برای خودش باشه. پس برای اینکه از جایگاهش تکون نخوره شروع میکنه به مطالبه برابری برچسب زدن که تو مرد ستیزی، تا صدات خاموش بشه و این حرکت رو بی‌اعتبار کنه. حالا آیا همه دارن این صدا رو آگاهانه خاموش میکنن؟ نه، مخالفت بعضیا از ناآگاهیه، یعنی چشم بسته کلیشه ها رو پذیرفتن و این دقیقاً همون چیزیه که میتونیم با نشر آگاهی تغییرش بدیم.